مایوم، داستان بزرگترین کارآفرین جهان. پسر خیلی فقیری که تو چین به دنیا اومد، کارش این بود که توریستایی رو که به چین می اومدن راهنمایی میکرد و در ازای پول کم ازشون انگلیسی یاد میگرفت. یکی از این توریستا به خاطر اینکه نمیتونست اسمش رو تلفظ کنه، اسم جک رو روش گذاشت. همینم باعث شد که الان همه اون رو به اسم جک ما میشناسن. بعد از 3 سال تلاش تونست وارد دانشگاه بشه و بعد فارغ التحصیلی به سمت هر شغلی که میرفت جواب رد میشنید. اون واسه 30 تا شغل مختلف اقدام کرد و تو همه اون شغلا بهش گفتن تو به درد این کار نمیخوری. تو سال 1994 اولین کار خودش رو راه انداخت و بعد به آمریکا سفر کرد. تو آمریکا با اینترنت آشنا میشه و اولین کلمه‌ای که سرچ میکنه آبجو بوده، ولی دید که هیچ مطلبی به زبان چینی نیومده. پس این ایده به ذهنش رسید که اینترنت رو به چین گسترش بده. اون تو سال 1999 وبسایت علی بابا رو راه انداخت تا الان یکی از بزرگترین کمپانی های دنیا رو داشته باشه.